لیلا فایرو تو زینده قدش السلام علیکم بیو علیکم سلام چی تا سختی بد رفته سی اینجا برادر سلیمان یه چیز میگم در بین مردم التماس خواهش یکم گای بلند نمیگم کارت نمیگیریم گپ فکر تا بذار اگر گپ داری برادر از بعد ایفید نه گوش کدا همین گوش کد جمشه سلیمان جان سلیمان ما ترا گوشت میکنم نمیجوز گوش کنم ما گام بود کنم 4 ساعت گپ گوشت میکنم خب ما کما کارم وقت ندارم ما ببینم چیه بچه ها دی جمشه روز اینم پیش همو آدم را یگون کار کردن نمیتونیم ما پیشتی پرده هرچی میجکیم اینم پیشتی چی ده کن بنامی الان اینجا میجکی همین زلال همین لیتوا گوش کن همین زلال در لیتوا من ده ها آدم دیدم همین در زلال ده ها آدم این زعف شده که من دیدم همین اچا خود میکنن چراب داره یکا سوال تو ده همینجور چراب داره تو کی اختیار ما کی میبرای محمد اقبال این او زنی کی را قرآن چپ کردی اخی زنی فرهاد این مرده کی نیست زنی یا مرده کی دیگر را قرآن سلیمان او رو شما را که تروریست برده یک قطعه باید گپ نزنم که خطر داره اکا قطعه گپ نزنم گوش میکنم ما اگر تروریست بشیدم گوش کن ما اگر تروریست بشیدم ما این روز در آزادی نبودم ما اثبات کردم که من دکمنتو تا گرفتگی هم کود خیلی نشان دکمنت دست محکومت چی دروغ میگم به دکمنت ما بگم دکمنت ما بس ایو این بازار قد خیلی گپ میکنه چی دفشکی این دیدی صورت بگیرم همینجا روی کنم ایوب میبینن دیدی دکمنتی مرا اسلامان همین ما گوش کن ما الحمدلله ما آدمی هستم که ما اثبات کردگیم فهمیدی تروریست میبرن اکستریمیست میبرن چیز میبرن بروردن گیرن فهمیده چی؟ دماد اقبال چی باید اومدی؟ چی میگوی؟ این اومد یاد دماد خدیه ما دماد اقبال نیستم فهمیدی؟ اون روزو هم قطعی کمانداتون خیست کبیره این پیروای بالای کبیریه شما امروز جدا کردین مردم گفتن این یا ایمان گفتن که اون روزا گفتی که شرافدین گدایف مرا در شخصی میگه که همین کبیری را خون شرم میگه تو بدون نبود مرا گفتی هم گپا ما میخوادی گفتم خونم حرام هم گفتی نگفتی مرا بگو خونم حرام من نگفتگیم ما تروریست نیستم ما کبیری نیستم من میگم که دیکتاتور فهمیده سی دیکتاتور کبیری که امروز جیان کسی گرفته برای کبیری کون تمید رونی برای کبیری کون تمید رونی ما کبیری پرست نیستم ما آدم پرست نیستم ما خدا پرستم واقعی چه خدا پرستی اون روزو عطایلوف استاد یزنش میگفتم تو نبودی گوش کن دادا جان عطایلوف ما قطعیش گپانگ من آدم تعظیم نمیکنم من آدم نمیبردارم سلیمان تو همجاز در اومدی کسی هستی که بود سلیمان جون پاسپورت ما در اصلا تو را میتونی اون بیو اینا ما بتونی بیوی پاسپورت نکنی بگردی بچه کنی رای سلیمان سلیمان جون خودت خیانتگاری میدونی مرد سلیمان ما ترای چی گفتن نزنا بین مردم برای قفای کوچ التماس بگو گپ تمام ما چه عقبی کارو میشیدم چه ما عقبی کارو میشیدم فهمیدی گوش کن تو یک خیانتکاری هست که بین مردم جنگ دختسی بین کبیری بین محمد اقبال بین فرهاد ای پروکاسیون ایتی کرده سی کو ای به هیچ جا بکار نمیاد فهمیده سی بکار که نمیرات چی خطر نمیده جاگانی ما نه پروست تو نه بالابولی مردم بفهمن که این آدم بالابوله تو بالابولی سلیمان بخشش برات ترک گپ دم زن خودت نمیگذاره ترک گوش میکنم الحمدلله ما زن داریم گودک داریم خاطر تو زن گودک
گپ زن گودک دکیم گیجا چیکار کرده سر اینم در اومدی تو نمیشه در اومدی ببین دلی چیز مرای او که غیرت رو خیالمون بیو ببینم تو نه یکم تو دلیش دزن گودک اکای سلیمان ما ترا گفتم که در بین موضوع دخالت نکرد در اومدم خیبت ما دخالت نه ما شب روز اکای سلیمان دکازات که این فرزند محمد اقبال به هم سنگر خودش با کلنش خیانت کرده دکمن در همه جا تنالش میکنی قفات در مردم نشون میدی گوش کده اکا هویونه دکلینی کبیری به خطیفی گرد میزنم به هویونه دیدی گوش کن کلینی کبیری او وی بری او زندگی میکنه خطیب بچه او نمیکنه ای کاری باید فهمیدی این زنه که گیری تایش شوهرش ایروی حزب نهضت اسلام در طریق محکمه اینه می ترامپ من تمام گیرم اگرم خیلی باشه چیکار بگیریم بچه‌ها مطرح میگویند فهمیدی مثلا نیکو میدونی ولی من خاطر گروه تو نگم تو نه نگم اینا بدون دیگه نگم تولی وقتی سلام علیکم